تو پستک نخوری تو 100% افغان نیستی. تو یک پدرنالت هستی. ازل مثل ها 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت. شما یک بار به کله کچل از یادم دقت بکنین. در نگاه اول شما فکر میکنین که شاید یک پروفسور باشه، شاید یک دانشمند باشه، شاید یک دکتر باشه، شاید یک استاد دانشگاه باشه و چقدر یک انسان بزرگ و با ابهت است و حتی دانه دانه موهای خود را در طول 40-50 سال در راه دانش و فهم و شعور و از این مسائل از دست داده. اما وقت دهن پر از گند خود را باز میکنه، تازه شما متوجه میشین که این یک حیوانی است در کالبد انسان، این یک شیطانی است در جسم آدمی و در نهایت این یک بزرگنمایی است که در واقع عقل و شعور به کلی نداره. یعنی شما فکر بکنین یک انسان که تا به این سن برسه و فهم و شعورش از فهم و شعور و عقل یک کودک پایین تر باشه، از این به او طرف اصلاح خواد شد، عقل در سرش خواد آمد، مغزش خواد کار کرد. تنها چیزی که من میتونم به یادم بگویم این است که او انسان ناانسان، یک بار خودت را در آینه ببین، از خودت، از هیکلت، از کله کچلت و در نهایت حداقل از خانوادهت خجالت بکش و خودت را اصلاح بساز. روز تا بگاه گند فضای مجازی بیشتر میشه.